بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما را شروع میکنیم. البته ادامه درس قبلی است. تا قسمت سرنقشه کار کردیم. بعضی تغییرات دیگه است که ما چی میکنیم، میخوایم بیاریم روی نقشه. البته زیاد چیزای از این از آپشن کار نمیشه. ما در خود دیتا را چی میکنیم، اکسپلود میکنیم. از اون طریق میتونیم چی بکنیم، داش تغییرات بیاریم. شما انجینر صاحبا گپ نزنین، بخاطر باز در ریکارد میایه، چون ریکارد شما میشنوین. هر چقدر صدای مزاحم باشه اونقدر خسته کن میشه. من چیزا کار میکنم. خب ما روز گذشته تا این قسمت ها را کار کردیم. صحیح است. لوگو اضافه کردیم، نارترو اضافه کردیم، لیجند اضافه کردیم. در این قسمت نقشه رو به این شکل چی کردیم، ادیت کردیم. ما سر از این رایت کلیک میکنم، پراپرتیز، سرنام نقشه. صحیح است. در اینجا شما میتونید بس تغییرات بیارین. مثلا در نوشتهش میتونید از اینجا چی بکنین، پاک بکنین، عنوان چی بکنین، تغییر بدین. صحیح است. از اینجا میتونید مثلا انگل اینا ما میخواین یک زاویه باشه، از اینجا میتونین چی بکنین، رو تغییر بدین. از اینجا همون فونت نوعیتش است. از اینجا از چپ و راست و جستیفای یا پاره داره. صحیح است. کرکتر اسپیسینگ، فاصله بین هر حرف هم میگه. صحیح است. چقدر زیاد باشه و کم باشه. مقسم در لیدینگ فاصله بین دو پاراگرافش. این اونمو چیز ما میتونیم به شکل پیشرفته تر دیگه چی بکنیم، ادیت بکنیم. که را در دیگه جای هم چی کردیم، کار کردیم. صحیح است. دیگه ما ایره کنسل میگم هم چیزی که است به می شکل چی شد، باقی بانه. میایم دیگه در قسمت یک چیزی که ما داریم به نام ولایت ها. صحیح است. یک باندری داریم. کدام باندری است که این ولایت ها را برمان نشان داده؟ باندری بالاست. این نیست فکر میکنم. صحیح است. اینجا یک چیز داریم، کانورت لیبل تو انوتیشن. میگه میره در چی، در کجا در نقشه شما تبدیل بکنین به چی، به انوتیشن کانورت. فایده از این برای ما چی بود؟ مثلا ما این میره تغییر دادیم. صحیح است. اینالی کاپیسا بیشتر در دست من نبود که ما کجا انتقال میتونم. ولی به چی تبدیل شد؟ اون ارتباط از این همراه خودم تیبل چی شد، قطع شد. به شکل یک آبجکت در روی صفحه میاد. اینالی شما ایره میتونید مثلا ادیت بکنین، بزرگ کوچک، هیچ که در اونجا تغییرات نبیاد. تنها در روی نقشه چی میشه، این تغییرات سرش میاد. مثلا ما میگیم کاپیسا نظر به این چیز، بعد یک کمی از اینجا میتونین چی بکنین، سایزش هم بزرگ بسازین. مثلا ما میگیم کاپیسا را. صحیح است. میگیم اش نباشه چند باشه، 12. بعد این زمان چی، بولد باشه. رنگش هم میتونی از اینجا چی بکنی، تغییر بدی. صحیح است. اوکی لای اوکی. اینالی کاپیسا را ما که هر جایی که دلم خواست چی میتونم انتقالش داده میتونم. با این ارتباط میگیره برای خود شما. صحیح است. که بیشتر روز قبلی هم ما گفتم کالیج توانایی هم چی میگن، دراونگ یا توانایی اونم دیزاین شماست که به چی شکل میخواین این معلومات تبارز بدین. بیشتر هم مثلا کاپیسا را هر کس میامد خوانده میتونم سالما گرفته میره چی برجسته تر ساختم. اگر کسی میبینه بفهمه که در سمت شرق میشه، شرق پروان کجاست، کاپیسا است. بسیار با آسانی. مثلا صحیح است. در قسمت کاپیسا در اینجا کجا را داریم، کابل. بسیار خورد است. صحیح است. من ایره دبل کلیک میکنم، باز میام این چیز چی میکنم، میره تغییر میدم. اون را چند ساخته بودیم، 12. در این زمان چی، بولد. اوکی اپلای. اوکی صحیح است.
ایرا مثلا میگم به اینی چه باشه هر کس نقشه رو ببینه اول چی سوچته کجا با خود در کابل. این چیزا رو مثلا اگر ما در اینجا نداریم این چیزا همون نام ولایت اگر نه بعد در نوتیشن می آمد چون از محدوده بیرون بودن نامده در این قسمت سایز ایره مثلا شما میتونید از کجا از تکست اضافه بکنه سایز تکست نظرتان کدام ولایت باشه؟ پنجشیر. پنجشیر. اگر من دبل کلیک میکنم اینجا پنجشیر باشه اضافه میکنم. سایز باز میرم اینجا چی میکنم ایجاد میکنم از یک قسمت چند است؟ 12 بولد. اوکی اپلای اوکی سایز سایز پنجشیر دیگه در اینجا کجا به نظرتان باشه؟ بغلان سایز این نمیره میتون نزدیک چی بکنین پیشتر هم گفتم که زیادتر ارتباط میگیره برای خود شما که چه قسم مثلا میتونین این را چی بکنین دیجت بکنین. من اینجا باز کلیک میکنم میایم میره زوم میکنم این تکست در این قسمت سایز میره انتقال میتونم اشتباه چیزی را انتقال دادم اشتباه شده سایز من کنترل زاید میکنم پس چی میشه در حالت اولیش میه بغلان از این قسمت میایم این چیز تغییر میدم سایزش 12 بولد اوکی اپلای اوکی این حالی ارتباط بر شما میگیره مثلا اگر این بغلان ما در کجا قرار بدم خودم میگیم در این قسمت باشه شاید خوبتر باشه چون این طرف هم پشت به این طرف هم سایز در اینجا کدام ولایت داریم این همی کار اینجا چی میکنیم انجام میدیم تکست باویان 90 درجه اینا اللي میبینید چی هست زاویه هست سایز 12 بولد اوکی اپلای اوکی چرا نگرفت 90 درجه یا خود از این 90 درجه است نگرفته نگرفته باید بگیره 12 گرفت نه فونت است اپلای اوکی مال گرفت سایز چون ما اینجا همون قدر سپیس داریم اگه این به شکل افقی بانیم قدر خوبتر معلوم نمیشه سایز اینجا کدام ولایت است؟ وردک شریف میدان وردک سایز انظر وردک میدان تنه بنده پوندی جنجال بود آقا ده پارو
میدان وردک ده که وردک چه خیلی طبیعتی استاد پرویل نه چای چی رسمی نمیده نقشه وګوره حقیقتا درته معلومیږي د افغانستان نقشه وګوره یا منگه اوز به داده چه وی به حالت ملی و په نظر که اونیسی سایده هغه کې وو استاد پوهنتون کې وو کابل پوهنتون کې دانشگاه د پوهنتون په نامه جنجال و همین یو رئیس پنځه و منتظر خدای دې وبخښي وزیر اثر ورسمه وی کرزی ته وایم چې یونیورسيټي یې کوي کنه میدان وردک ډیر وخت په هغه جنجال هم تیر شو پلای اوکی صحیح ایرت کردیم دیگه چی ضرورت داریم که ایرت شما به نظر شما داری استاد هستی ولی با میدان وردک میدان وردک نداریم کسی چې بله کمونه ورکی استاد ایه ورته پاکه کم نه خیرخانه هم ماسی مشتکی میدان وردک داده چی تا انجینر صاحب دقم بکیالشی خب دیگه ما چی را داریم مثلا سایک خب سوالی را هم داریم این همین مشکل داره صحیح این را میتونیم از اوجا هم تغییر بتیم ولی بعضی اوقات مثلا این در جای قرار مثلا دیگه اگر باشه خوبتر است صحیح این را این کارش ما از کجا میتونیم از این همی دیستریکت باندری که ما اینجا برش معرفی کردیم در این قسمت نه از این همی چی میتونیم را باز کانورت بکنیم بل چی؟ لیبل تو انوتیشن صحیح؟ کلک میکنین میاین در کجا؟ تنها در روی نقشه چی شوه؟ کانورت شوه اینا لینی کجاست که صافی میره کلک بکنم صحیح؟ که صافی میره چی میسازم یک کم میگم بولدام شوه چرا اوجهش خونده نمیشه حتی میتونین رنگش مثلا نمیشه امراضی مچ بکنه نه رنگش هم میتونین چی بکنین تغییر بدین نظر به مو وضعیت تا میگیریم ولی بولد اوکی اپلای اوکی میگه میشه موقعیتش هم خوبش نیست اینجا که صافی صحیح یعنی چیزی هست که اختیاری است بر خود تان ارتباط نه بیا آغاز خیلی نخطا کی داغز نوز خطا شلن که و دوست که بیا لیبل ولم از بیا لیبل د سره نه خیلی نور نمونه بسر رازی لکه در اونبای چې د ځای کې ور اوس ارتباط د ټیبل څخه د خط دی تغییرات هم چې راولي کته ورته بیا لینک بیا څنګه نه کېږي دا ټول یو پاک کې دا پاک مرحله کې چې اخرینی مرحله ده من کوم د مغز پر د اخرینی مرحله کې دا کار کوي انجینر صاحب فهمیدن چیز است گفت ارتباط متن همراه چیز قطع شده یا نه ما براتون گفتم نه که ما در یک مرحله میرسیم که باز خود ما اینمی ارتباط همراه تیبل شون چی میکنیم قطع میکنیم اینمی که با گرافی را تبدیل کردیم چی شد و قطع شد و ارتباط شد یعنی نالی اگر شما اوجا برین در اتریبیوت تیبل از این ایدیت بکنین سر از این تاثیر نمیکنه یا شما اینجا ایدیت میکنین سر اتریبیوت تیبل تاثیر نداره صحیح مثلا بک‌گراند گفتیم ده بولد اوکی اپلای اوکی میشه مثلا بک‌گراند میگم در این قسمت قدر خوبتر معلوم نمیشه میشه در کجا بیاریم شه در این قسمت شاید خوبتر باشه صحیح نظر به اونم وضعیت که مثلا ما داریم در اونمو جایی ایره بگذاریم که چی باشه همون آبجکت هایی که زیر از این یا لیرهایی که زیر از این میمانه و قدر بر از او چی نکنه یعنی او را پوشش نده مثلا نیچه زیاد بر ما اگر مدرک قریه باشه باید در جای قرار بودیم که قریه نباشه یا تلاش صورت بگیره در کجا باشه در قسمت وسط باشه این هم نظر به مو هدفی که مثلا شما نقشه را ترتیب میکنین نظر به او میتونین چی بکنین جایش انتخاب بکنین خب اینی هم چی هست سید خیل ایران میایم این همون تغییرات چی میکنیم میاریم بولد و سایزش چند 10
اپلای اوکی. این حالی این سایت خیلی خوبتر و قدر معلوم نمیشه. میشه ایره ما چی بکنیم؟ دایرکشن بتیم مثل بامیان. اینجا چند؟ اگر چیز باشه 90 درجه بسید، 90 هم نه که 85 بگیریم چی بشه. اپلای. این خوبتر است. اینی رو میاریم به قسمت سایت خیلی. این تغییرات ما کمی بعد ایره زودتر کار بکنم چرا باز وقت زیاده بعد نگیره. 10 بولد اوکی. اپلای اوکی. بازم دایرکشن از این بعد چی؟ ایره هم تغییر بعد بتیم 90 درجه بودن. سیس سرالس ایره هم تغییر میتیم بیم 8 بولد اوکی. اپلای اوکی. دیگه چی داریم؟ شینواریس. ایره هم این چیز میم تغییر میتیم 10 بولد اوکی. اپلای. دایرکشن ایره هم بیا 90 درجه تغییر بتیم شاید خوبتر بیه. اپلای اوکی. سیس این هم شینواری. این کدام ولسوالیست معلوم میشه نه. بعد ایره هم چی کنیم؟ تغییر بتیم ولسوالی سالنگ است. به میره 10 میسازیم بولد اوکی. اپلای اوکی. این هم جایش اینجا میبریم که خوبتر معلوم شد. خب این هم باربند ایجادش میکنیم سایزش چند؟ 10 بولد اوکی. شینواری رو ایشیزش 90 درجه سفته میرم میسازیم چرا همو چی میگن نمایش یکمه خوبتر بیه. ایره تا میتونیم مثلا به قسمت بیاریم. اگر اینجا خوب معلوم نمیشه این قسمت به نظر مخوب است. سرخ پارسا چند سمبول 8 تا 10 میسازیم بولد اوکی. اپلای اوکی. دخته یا دا بگرام کلر اخلاص نور طول غرونه دی. شیخ اجرام دبل کلک میایم دا چنج 10 بولد اوکی. اپلای اوکی. من این کار رو با دو بخش کردم. سیست با ولایت آمدم با ولسوالی ها. مثلا ضرورت میشه شما اگر دریا را کار میکنین این چیز مشکل در دریا میباشه شما میتونین این تغییرات چی بکنین بیارین. یا مثلا قریه را کار میکنین این مشکلات داره شما میتونین از همین طریق چی به نوتیشن تبدیلش بکنین ادیت بکنین جایش تغییر بدین. سیست یعنی در اختیار خود شماست. او خب میشه باز تو موقعیتش نمیتونی انتخاب بکنی. سیست او سنتر را چی میکنه؟ انتخاب میکنه. ولی بسیار یعنی چیزی هست که تو میتونی به دل خودت به هر شکلی که بخوای تغییراتش بیاری.
علتی هم که مثلا ما او را به گراف تبدیل میکنیم، علت شنوه است که ما بتانیم به مدل خواه خود ما چی کنیم، این تغییرات درش بیاریم. این کار مثلا ما میتونیم شاید بعضی چیزا در این قسمت چی باشه زیاد باشه یا فاصله از این کم زیاد باشه، یا مثلا این رو ما میخوایم چی شوه حذف شوه. صحیح است؟ اینا رو ما عالمه سر چی کار میکنیم؟ سر لیجند. این همون کار میتونیم اینجا چی بکنیم؟ کار بکنیم. کانورت تو گراف. این امره که ما کلیک کردیم دیگه ارتباط از هم چی میشه؟ خط میشه همراه همو سمبولوژی که ما دیجا داریم. این حالی کوشش بکنه اثر را چی سمبولوژی بد نکنین، تغییرات بهش نبیارین، یعنی این را دالت بکنین که چی شوه؟ آخرین مرحلهش باشه. من گروپ شام میکنم. این حالی هر کدام از این اگر ببینین چی است؟ جدا جداست. شما میتونین یک تا را پاک بکنین، یک تا جایش تغییر بدین، یعنی هر آن ایریت را که شما میخواین میتونین چی بکنین؟ سر از این وضع بکنین. ما اونقدر زیاد تغییرات نمیارم، فقط اونم قدری که شما بفهمین صحیح که مثلا ما چی کارا را میتونیم. ما این را میخوایم اول حذف بکنم، این را کلیک میکنم صحیح کلیک کلیک چی شد؟ گم شد. این را می کمی چی میکنم؟ پایین میارم. صحیح دیگه مثلا اگر اینمی مشکل املایی هم داشته باشه میتونین چی بکنین؟ این را در قسمت اصلاح بکنین. دا چنج سمبول بعد یک دفعه اکسپلور هم شو آمد که میبینم پروپرتیز تا این قسمت این را چی میتونین؟ ایدیت هم میتونین، تغییرات هم بیارین. یک چیزی که انجینر صاحبا زیاد سر میخوره امروزی کسایی که جیولوژی میخونه، خب ما در جیولوژی در لیجند چند چیزا داریم. مثلا در این زمان که رنگ باشه باید هر دوره از خودش یک مخففات هم داره، کیو 2 3 رقمی، کیو 1 و چی کواترنری 1 2 3 یعنی چیزا را شما میتونین از اینجا تکست چی بکنیم؟ اضافه بکنین و بیارین شده اینجا چی؟ ایدیتش بکنین. یعنی در اون مرحله چی میکنه؟ امروز شما کمک میکنه. هر کدام از این را شما میتونین چی بکنین؟ تغییرات دایش بیارین. صحیح؟ حتی این نوشته را نیست، یکی از دیگهش میتونین چی بکنین؟ جدا بکنین. لومبه انجینر صاحب یو سوال وکوي مثلا زه د اوس یو مشکل لرم، مشکل مې دا دی چې دا دلته نه ځایږي. تا چې دا اکسپلود وکړه یعنی بیل ان ګروپ دی کړ تا ته شی مثلا دغه ځای پورې یو دغه کې د ځای نه نور ټول یو شی کې انتقال کې دلته بل قطار جوړ کړي. دا امکان تا ته چی کې درکوي. سمه ده؟ دکې نور چیز ته ضرورت شته دی چې زه پرې ایډیټ کړم خو نشته. منظور دا دی اوس لکه بدون د زوم نه په نقشه کې باید داسې کورش لکه د اوس چې کورش بدون د زوم نه خب یو ته سایز دغه باید انتخاب کړي. کاغذ دی غټي. ما انجینر صاحب دیروز ما تشریح کردم ما امر شچیدی ما دو حالت داریم، یا بر ما بعد چیزا اسکیل بتا که تو در این اسکیلی نقشه را چیکو چاپ کو، یا بر تو کاغذ محدود میکنه. در یک زمان هر دوش نمیشه محدود شوه، یا بر کاغذ محدود میکنه یا چی را یا اسکیل. صحیح؟ وقت اسکیل بر محدود میسازه دیگه چیز هست باز کاغذ و غرض نداره، برات میگه که دینی سایز بر ما چی بکن چاپ بکن، یا برات میگه که بر ما در کاغذ چی اتری بر ما چاپ بکن. خب بازم در اتری وقتی دیزاین میکنی بعد پیشتر هم گفتم که اینمی متن که داخل عزیز بعد قسمی تو ای را در اتری چاپ بکنی که چی باشه قابل خواندن داشته باشه، قابلیت خواندن. خب در قسمت مشکل وجود داره. مثلا شما اینی را میتونین دیگه چی بکنین؟ یک مرحله دیگه من گروپ بسازین. نوشتهش چی میشه؟ جدا میشه خود از این جدا. صحیح؟ مشکل کجاست؟ چرا ایده جایش قرار نمیگیره؟ این رو میتونین باز شما چی بکنین؟ دلیت هم بکنین.
میکنین. صحیح است، در صورتی که با مشکل برمیخورین. از اینجا میتونین شما را چی بکنین؟ تغییر بدین. از اسکرول که در کامپیوترتون دارین اپ و داون. صحیح است. این ما میتونم مثلا اینیا رو میخوایم چی شوه؟ یک گروپ شوه. کنترل میگی پس اینا میاردو رو ما گروپ میسازم. این را کنترل باز ایران پرس میکنی. صحیح است. رایت کلیک چی؟ گروپ. ما اینا رو میخوایم کلش یک گروپ شوه. صحیح است. ما میایم سر ریور نیم نه اصل مشکل در بردر بیرونیش است. خب من این بردر بیرونی از این رو چی میکنم؟ دیلیت میکنم. صحیح است. در قسمت ما میره این بخاطر از این کار میکنیم که شما بفهمید مثلا داینده با این مشکل شما بر میخورین. صحیح است. در لجند قسمی که انجینر صاحب گفت که مثلا اینا ما اینی را کلش یک آبجکت شد، هر طرف میتونم چی کنم؟ انتقالش بدم. صحیح است. این را پس میتونیم چی بکنیم؟ در جایش بکنیم. خب یارو اگر ببینین هر کدامش چی است؟ جدا جدا است. بعضی اوقات مثلا بر شما شرایط وضع میکنه. خب چه قسم شرایط وضع میکنه؟ یعنی فاصله میگه از این مثلا 4 میلی یا 5 میلی باشه. شما از اینجا میتونین این را چی بکنین؟ تنظیم بکنین. صحیح است. اینجا هم کلیک میکنید در قسمتش مثلا ما اولی 1 میلی گرفتیم. صحیح است. بینی فاصله مثلا یوم باشه یا میره شما باید چی بکنین؟ مجبور هستین اکسکلود بکنین یا ان گروپ بسازین چه فاصلهشون رو چی بکنین؟ تعیین بکنین. مثلا فاصله بین دو تا رو برتون میته. این ما در لجند هم میتونستیم ولی اینجا میتونیم چی به شکل اختیاری خود ما کار چی بکنیم؟ انجام بدیم. ما ایره پس می دیگر هم چی میکنم؟ یک گروپ میسازم. کنترل باز کلیک 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 گروپ. صحیح است. یک گروپ دیگه شد. خب دیستریک هم یک گروپ شد. صحیح است. ما اینا رو ما این چیز میتونیم چی بکنیم؟ یک گروپ دیگه بسازیم. ولی اصل هدف ما سر چیست که ما قدر مثلا میره گروپ اکسپلود میکنیم. هدف اونمو چی است که ما همین نقشه را بر دل خود ما و چیز جور بکنیم که کس دیگه نمیتونه چی بکنه؟ بخونه. و خواندنش هم چی باشه؟ راحت باشه، آسان باشه. یارو ما چی میکنم؟ دمی گروپ بالای چی میسازم؟ شامل میسازم. کنترل گروپ. همین حل شد. اینجا اینمی یه چیز برای ما نشان نمیده. صحیح است. و می رنگ سیاه و سفید نیست. یعنی هدف ما سر از این است که ما می ارتفاع هلش را چی کنیم؟ بفهمیم. این میره ما چی میکنم؟ دلیت میکنم. بخیر. صحیح است. میگم نشانش نده ولی در روی نقشه باشه. چرا ما از این مشخصات هم در روی نقشه نداریم. فقط به شکل چی میبینیم؟ شد تپه و دیگه پا. تا این قسمت مشکل وجود نداره نه؟ ما پس میکنم چی میسازم؟ یک گروپ میسازم. این را کلیک میکنم.
ولی تمامش پس چی شد؟ اما یک گروپ شد. پس هم میمونم چی؟ یک باردر شما دلیت کرده بودم برم چی میکنم؟ اضافه میکنم. صحیح؟ بک‌گراند هم از همونجا میتونین برش چی بکنین؟ بتین مشکل نداره. در این قسمت یک چیز دیگه هم در اینجا ما فکر میکنیم ما ابجکت داریم. اکسل شما مثلا میتونین چی بکنین؟ یک جدول همیشه چی بکنین؟ اضافه بکنین. نظر به این رو یک باردر میتون باید اضافه میشد. آیه نیست. هدف موازی چی است؟ خب مثلا کسایی که در پلی‌تکنیک درس میخوانه خب این که من دبل کلیک هم بکنم پس با اکسل برام آواز میکنه. صحیح؟ مثلا شما محاسبات دارین، هر کار دیگه که دارین در اکسل، ما اینجا مثلا یک کسی پروژه دفاع میکنه، نام خودش، نام استاد راهنماش، اینا رو نوشته میکنه، اینجا هم نوشته میکنه، اینجا هم روی برویش مثلا تهیه کننده و در قسمت ها استاد راهنما، اینجا هم مشخصات شونه. این که پس بسته کنه اتومات بر ما اینجا چی میکنه؟ این جدول میته. این ما میتونیم چی بکنیم؟ در این قسمت تنظیم بکنیم. صحیح؟ یعنی یک کاری که بعد ما بریم جدول جور بکنیم باز بیایم بسیار برای ما چی شده؟ ساده شده. این شما میتونید باز دبل کلیک بکنید در قسمت چی میشه؟ میره. دیگه اینی کاری بود که ما سر این نقشه چی کردیم؟ انجام دادیم. شما چی فکر میکنید بعد دیگه چی داشته باشه این نقشه؟ چیش کم است؟ حال شما خودتون نقشه خوندید. چی مونده که مثلا ما در این نقشه اضافه بکنیم؟ چیزی مونده انجینر صاحب؟ کوردینات مونده، مثلا امیر یک کس موقعیت از روی چی پیدا بکنه. صحیح؟ این انشالله روز بعدی میخوانیم که چه قسم در گرید اضافه بکنیم، یک کسی چه قسم میتونه همون چیزای از رو بخونه. او هم یک بحث بسیار جالب است. انشالله او را فردا چی میکنیم؟ میخوانیم. به خاطر امروز همین کفایت میکنه. ده درس کی سوال د انجینر صاحب همه قیاس بسره کمار کرده دا مخیاس خود نه اتومات نیستی تیره و رستنه به ویدیو نه و گره که اونو پیدلی بیده چه حتی این زرد که نه فقط اتومات چه انزرت که اندا گراف اخبل نیستی مثلا مخیاس